اولا که کل شب گوشیش اینوری. دوما موقعی که می‌خواستن سفارش بگیرن اول برگشت گفت ببین خانم چی میخواد. تاشم به صورت حساب بردن اصلا یه جوری گفت من نتونم ببینم. خب تاش چی شد؟ هیچی، هی کیفمو میکشید که چی شده، چرا میخوای بری. منم آب پاشیدم تو صورتش تا ولم کنه. من با آدمی که دندوناشون شکلی باشه هیچ کاری ندارم. من هیچ وقت نفهمیدم تو چرا رو دندونات قفلی. این قصه داره، ولی قبلش باید بگم من رو همه چی حساس نیستم. مثلا اگه خط چشممو کج بکشم یا اگه ناخونم شکسته باشه اوکیه، ولی رو سفیدی دندونام حساسم. بارها هم به دوستام گفتم سفیدا با هم خیلی فرق دارن و کلی هم بحث کرد. مثلا همین پارسال که می‌خواستم من لباسم پارچ انتخاب کنم، خداییش هیچ فرقی نداشت. معلومه که فرق داشتن. من روزی 6 بار با خمیردندون سفید کننده میستیک مسواک میزنم. محتویات کیفم با بقیه فرق داره. حتی خیلی از غذاها رو نمیخورم، اما حداقل آدمو دوست دارن بخندونن تا لبخند قشنگ ببینن. اما حالا بگردیم به سوال اصلی. من هیچ وقت نفهمیدم تو چرا رو دندونات قفلی. من وقتی بچه بودم مامانم همیشه برام تعریف میکرد قیافه آدما، ظاهرشون، تیپشون یا حتی کفش پاشون هیچ اهمیتی نداره تا وقتی که دهنشون باز کنه.